ما استاد شهید را از سال 1339 به این طرف میشه. اولین بار که به سیمای مبارکش چشم خورده بود، من متعلم صنف نوع مدرسه علوم شرعی پغمان بودم و اینا محصل صنف دوم فاکولته شرعیات که در وقت کرمان موقعیت داشت و مدرسه و فاکولته حدود یک تعمیم بود. در اون وقت چشمی به سیمای مبارکش خورده. من اگر در رابطه با شخصیت استاد حق در صحبت کنم، صحبت من حاوی و در برگیرنده تمام جوانب شخصیتش نخواهد. انسان خوش سیما، خوش سیرت، خوش بدخلق و یک دعوتگری که با مواصفات یک دعوت اسلامی کاملا آراسته. زبان شیرین، قلم شیرین، صحبت شیرین، آمیزش شیرین و پیشامد شیرین داشت. من هم در درس و هم در دعوت سمت شاگردی از او دارم و فضل از او و منت از او تا امروز و تا وقتی که دست سر مخواد. اتو تصور نشه که استاد مبارزه را مثل که دیگه وقتی دیده بودن از داخل لندکروزر و از بین قصرها شروع شد. من روزی را به یاد دارم که شهید استاد غلام محمد نیازی برای استاد گفتن که اولین حلقه نهضت اسلامی افغانستان را در بین شاگردای پوهنتون کابل تأسیس بود. من به همراهی استاد بودم. ما جایی نداشتیم، یک اتاق هم نداشتیم که در روی اجتماع بوده باشد. یکی از شاگردای ما سید عبدالرحمن نام داشت که شهید شد در محبس استخال بود. کمی زندگیش خوب بود. یک اتاق را به 300 افغانی به کرا گرفته بود در سرای غزنی موقعیت. اونجا که رفتیم در اتاق فقط یک شطرنجی کهنه بود. توشک بالشت چیزا وجود نداشت. یک کوزه گلی پر از آب در کنج اتاق ماندگی بود و یک گیلاس علبی کهنه سرچپه در سر از کوزه مانده بود. تمام دیکوریشن از این اتاق این چیز تشکیل بود. و اولین حلقه تحریک اسلامی و نهضت اسلامی افغانستان که به نام نهضت جوانان مسلمان یاد میشد در اون اتاق شد. قصه دراز است. بعد از اینکه ما از لحاظ امکانات و وسایل چقدر محتاج بودیم، چقدر فقیر بودیم، چقدر ناتوان بودیم، یعنی اگر ما باید قصه کنیم شاید شما اصلا قبول هم ندید. حتی تا به روزی که حکم گرفتاری استاد شهید صادر شد، از ما صادر شد، از استاد نیازی مرحوم صادر شد، ما تعهدنامه های نهضت اسلامی افغانستان در دیپارتمنت حدیث در فاکولته شریعت در خانه های میز رسمی خود نگاه میکردیم، جای نداشتیم. تا همون وقت هم جای نداشتیم. و اساسنامه نهضت را که طبع میکردیم، ما یک تایپ لیست و تایپ شاهانه داشتیم. در وزارت زراعت یک تایپیست با ما تنظیم شده بود. یک روز بعد از 4 وزیر روز همونجا
در جای خودشیشته بود مولوی سببی عبدالرحمن شهیدی را برد و اونجا تایید کرد و پس استاد بزرگوار در اونمو وقت با پیگردگشتی، با گرسنگی، با بیچارگی این دعوت را پیش کنید. اونی چی نکنید؟ از کلی از یک بگذارید مظلومانه ترین وقت زندگی استاد وقت ریاستش. در روی زمین باید تو رئیس را ندیدیم که از روز اول ریاستش تا روز آخرش پیوسته و همیشه در رنج و محنت زندگی. با اصطلاح عوام مفهوم از همون روزی که دی قصر داخل شد و تا روزی که شهید شد حتی بعد از ریاستش هم همیشه به اصطلاح مجدد مشهور مفهوم نام خود را به خون جوکه کردن. به نمی ترتیب مظلومانه را بسیار محرومانه دعوت کرد، مظلومانه ریاست کرد و مظلومانه به شهادت